آمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، به خاطر شما میرسانم که امروز 3 ربیع الثانی سال 1428 هجری مطابق 20 اپریل سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید برخوردار گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظیم. آیت آخران 29 سوره حجرات. هفته های گذشته که ماه ربیع الاول، ماه میلاد رسول گرامی محمد صلی الله علیه و سلم بود، ما و شما اساساً در اطراف فعالیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هم صحبت داشتیم. اما فعالیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انتشار دین مبین اسلام، پهن کردن این دین حقیقت و عدالت، تنها از جانب یک خود پیغمبر اجرا شدنش غیر ممکن بود. البته شخصانی بودند در اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک صد در اطراف پیغمبر آهسته آهسته جمع شدند و پیغمبر ایمان آوردند، پیغمبر را اطاعت کردند و در انتشار دین مبین اسلام در پهلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استوار ایستادند که این شخصیت ها در تاریخ با نام اصحاب پیغمبر مشهور هستند. بنابراین
میخواهم که شما را با اصحاب پیغمبر شناس کنم، صحابگان پیغمبر شناس کنم که آنها کی بودند که در اطراف پیغمبر ایستادند و برای نشر دین مبین اسلام و پیغمبر علیه السلام یاردن خود را، جان و مال خودشان را دریغ نداشتند. و دیگر اینکه یک گروه جوانها خواهش کرده بودند که درباره اصحاب یا درباره چهاریار پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما معلوماتی پررنگ‌تر بدهید. و همچنین امروز با آنکه ما در یک جامعه آزاد و دموکراتی زندگی داریم و سرحدها کشاده است، کتابها و ادبیات‌های گوناگون وارد سرزمین ما و شما شده ایستاده است و همچنین به واسطه دیسک‌ها و به واسطه آنتن‌های ماهواره ترغیباتی مذهب‌های گوناگون آزادانه فعالیت کرده ایستاده است و خصوصا میسیونرهای مذهب‌های گوناگون در خدمت خواجه‌های خودشان میانشان را محکم بسته‌اند و در کوشش و غیرت آن هستند که در این سرزمین کوچکی تاجیکستان ما و شما مذهب‌های گوناگون این دین را پهن کنند. به چی مقصد؟ به خاطر آنکه مردم همه در زیر یک مذهب، یک رویه، یک اعتقاد با هم استوار و مهر و محبت نداشته باشند. یعنی اسلام ترقی نکند، پیش نرود، جمعیت مسلمان ها متحد نباشند و حتی از سوالهای بعضی شخص ها که به ما آمده میرسد، هم خطی و هم شفاهی، من حس میکنم که البته بعضی عقیده هایی که گویا اصحاب پیغمبر انسان های خوب نبودند یا که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و یا عمر فاروق رضی الله عنه و کارهای نادرست دست زدن، ناحق خلافت را به دست گرفتن و با این عقیده ها در دل جوانهای مسلمان تاجیک شک و شبهه ها ایجاد کرده ایستادند. بنابراین من تصمیم گرفتم که با عنایت پروردگار خصوص شما جوانهای عزیز یک بار آگاه کنم که دین اسلام و پیغمبر خودشان تنها یا با 5-6 نفر اطرافشان بودگی انسانها پهن نکردند، انتشار نکردند، بلکه پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم در اطرافشان صدها هزارها یاران با وفایشان بودند که با نام اصحاب کرام امروز مشهور هستند، به اسلام خدمت کردند و این دین را در تمام کره زمین پهن کردند و مخصوص همین اصحاب کرام رضی الله عنه بودند که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام را به تمام گوشه و کنار عالم رسانیدند. و آیتی که در آغاز صحبت من قرائت کردم، آیت 29 یا آخرین آیت سوره حجرات، محض به فضیلتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشیده شده است. استعین بالله محمد رسول الله. یعنی اولا خداوند محمد را به آدمیان شناس میکند که محمد کیست. یک کلمه بس است. محمد کیست؟ رسول الله. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. یعنی انسانی است که خدای تعالی از بین بندگانش انتخاب کرده است
و به او رتبه رسالت و پیغمبری را عطا کرده است تا که تعلیمات و دین برحق اسلام را به تمام بندگان خدا رسانند. محمد رسول الله است. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در انتشار دین اسلام تنها نبود. خداوند صفتی بندگانی را که در اطراف این ذات مبارک جمع شدند و کمر همت بستند و خدمت به دین و پیغمبر خدا کردند، خدا میگه والذین معه، محمد رسول الله است و آنانی که همراه این رسول خدا بودند. کدام تفسیر شما گرفته ساده ورق زنید و همین سوره همین آیتش تفسیرش رو نگاه کنید، اگر والذین معه، آن شخصانی که همراه پیغمبر بودند، تفسیر کردن که یعنی اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر. اینها چگونه انسانها بودند؟ اشداء علی الکفار، همچون انسانهای بزرگی بودند که آنچنان به خدا و پیغمبر ایمان استوار به صاحب شده بودند که آنها نسبتی دشمنان خدا که با نام کفار مشهور هستند و امروز ما میشناسیم، با آنها خیلی سختگیر بودند. اصحاب پیغمبر با دشمنان خدا و پیغمبر خیلی سختگیر بودند. رحماء بینهم، اما اصحاب پیغمبر بین همدیگرشان خیلی رحمگیر و مهربان بودند. تراهم رکعا سجدا، آنچنان در طاعت و عبادت خدا آنها غرق بودند در حیاتشان که هر وقت تا که این اصحاب را می‌دیدی گویا در حالت رکوع و در حالت سجده اینها زندگی می‌کنند، اینقدر خدا را عبادت می‌کنند که وقتی می‌بینی اصحاب پیغمبر یا در رکوع هستند یا در سجده هستند. چرا اینقدر با رکوع بودند؟ چرا اینقدر با سجده بودند؟ چرا اینقدر خدا را عبادت می‌کردند؟ یبتغون فضلا من الله و رضوان، زیرا اینها با این طاعت و عبادتشان و با این سختگیریشان به کافرها و مهربان بودنشان بین خودشان فقط یک چیز را آرزو داشتند. این هم چی بود؟ میخواستند که به فضل خدا مشرف شوند، میخواستند که به رضای خدا مشرف شوند. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، این ذاتان، این اصحاب بزرگ پیغمبر رضی الله عنهم شخصانی بودند که با یک دیدن انسان آنها را می‌شناخت. نشانه آنها چی بود؟ نشانه آنها در رویشان آشکار و روشن بود. از چی؟ من اثر السجود، از بسیار و بردوام خدا را سجده کردن شب‌های تاریک رویشان مثل ماهتاب می‌درخشید. همین که انسان میدید اصحاب پیغمبر را از چهره نورانشان میشناخت، این یار پیغمبر است، این اصحاب پیغمبر است. و میدونید این صفتی اصحاب پیغمبر که در این آیت خداوند ذکر کرد پیش از قرآن در کجا بود؟ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، خدا میگه این صفات‌هایی که درباره اصحاب پیغمبر رضی الله عنهم ذکر کرده شد، صفات‌هایی بود که خداوند در تورات که کتاب حضرت موسی علیه السلام، امروز یهودی‌ها که دعوا میکنن که ما امت موسی هستیم، در همین تورات علیه ذکر این اصحاب پیغمبر چنین بیان شده بود. و مثلهم فی الانجیل، و اصحاب پیغمبر حتی در کتاب انجیل که به حضرت عیسی نازل شده بود، که نصرانی ها امروز دعوا دارن که امت عیسی علیه السلام هستند، خداوند پیش از قرآن بعد از تورات در انجیل هم اصحاب پیغمبر را اینطور صفت کرده بود
کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. خداوند در انجیل اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که حالا به دنیا نآمده بودند، این اصحاب اینطور ذکر کرده بود که اصحاب پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم به مانند یک دانه زراعت هستند که وقتی که شما یک دانه را به زمین می‌پرتابید، بعد از چند مدت از زیر زمین با قوه خودش عنایت پروردگار کتی نش زده از زمین میبراید، یک تار علفکی سبزی کم قوتی ضعیف است و با گذشتن روزها و هفته ها و ماه ها ببینید که و یک تار علف آهسته آهسته بلند می شود، آهسته آهسته تنه پیدا می کند، آهسته آهسته شاخچه ها پیدا می کند و روز از روز این شاخچه ها فراموش می شود و تنه آن استوار می شود که مرد دهقان از دیدن نشو و نمای یک دانه زراعت به حیرت می افتد که یک دانه زراعت اینقدر یک درختی پربار شد، پرقوت شد، مستحکم شد که دیگر هر چند از تنه او قپیده استاده چند دسته آن را کشاله می کنند، از زمین برآورده نمی توانند. این به مانندی اصحاب پیغمبر را خداوند به انهمی خیلی یک دانه زراعت تشبیه می‌کند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که گفتن ای مردم خداوند مرا پیغمبر کرد، شما چی فکر می‌کنید؟ آیا همه گرد پیغمبر و هزار مردم در بیدن آمدن تا که تقصیر جان از خانه ما مرحمت کنید؟ نه، یک نفر دو نفر با چی مشقت ها، با چی عذاب ها، با چی شکنجه ها، پنهانه از مشرک ها دعوت به دین اسلام آغاز شده. لیکن آهسته آهسته در آغاز کار اولا مشرک ها میدیدن پیغمبر را، میدیدن اطرافیانشان میخندیدن، مسخره میکردن، گفتن این چیکار میکنه؟ این چی نکرده باشه؟ این کجا میرفته باشه؟ با این کم بغل ها، با این پایلچ ها، با این غلام ها، این چی دعوا داره؟ اما با گذشته روزها، هفته ها، ماه ها، مشرک ها، کافر ها می‌دیدند که به مانند زراعتی که سبز می‌شود و نشو و نما می‌کند و شاخ می‌زند و تنش مستحکم می‌شود، پیغمبر با اصحاب خودشان شاخ می‌زنند، مستحکم می‌شوند، بالا می‌روند، پهن می‌شوند. چرا خداوند اصحاب پیغمبر را اینطور صفت کرد و اینطور آهسته آهسته قوت داد؟ لیغیظ بهم الکفار، تا اینکه کافرها، مشرکها بینند و در غضب شوند که چرا ما اینها را پسند نکردیم، اینها امروز اینقدر پرقوت شدند. خداوند وعده کرده است آنانی را که ایمان آوردند در زندگی خودشان به خدا و پیغمبر خدا و عملهای صالح و نیکو کردند از همین ایماندارها، چرا وعده کرده است؟ مغفرت یعنی بخشش گناه ها و لغزش ها و اجر یعنی ثواب بزرگ. این تنها مقدمه بود در باره اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم که من با اراده پروردگار خواستم با شما در اطراف اصحاب پیغمبر رضی الله تعالی عنهم صحبت آغاز کنم. خب صحابگان در کتابها ما میخوریم با کلمه های گوناگون که یک نفری را که به پیغمبر ایمان داشته پیغمبر را دیده باشد در کتاب ها میخوانیم صحابه ابوبکر یا صحابه عمر.
یا اینکه با لفظ دیگرتر صحابه هم در کتاب ها ذکر شده است که این هم یک نفر را میفهم. اما گروه این انسان ها را در کتاب ها میخوانیم اصحاب یا صحاب، یعنی شکل جمعش، که اینها همه اش یک معنی دارد، یعنی همنشین و رفیق را عرب ها میگویند صحابه یا صحابه و جمعش را میگویند اصحاب و یا اینکه صحاب. آیا در قرآن عظیم و شان کلمه اصحاب وجود دارد یا نه؟ جواب البته. برای نمونه آیه 61 سوره شعراء پیشکش شما: استعیذ بالله فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی حضرت موسی علیه السلام با یاران خودشان، یعنی با اصحاب خودشان، قال اصحاب موسی، این کلمه اصحاب آمده است در سوره شعراء آیه 61. یعنی وقتی حضرت موسی با اصحاب خودشان از فرعون میگریختند و به دریا نزدیک شدند، اصحابا دیدن اصحاب حضرت موسی که کافرها با سرداری فرعون لشکرشان به حضرت موسی و یارانشان نزدیک شدند. در دلشان ترس و هراس افتاد و اصحاب موسی چی گفتند؟ اینها حاضر آمده ماهانه پاره میکنند. لیکن خداوند اراده کرده باشد پاره میکند. خداوند چیکار کرد؟ دریای نیل را دو کفان کرد و بینش راه خشکی را برایشان مهیا کرد که حضرت موسی با اصحابشان از دریا گذشتند و فرعون با لشکرش آمد داخل همون راه شد، اما بیرون نبرانده یک نفرشان آب دریا به هم خورد و فرعون با یارانش در دریا هلاک شد. این در این آیت سوره شعراء خداوند کلمه اصحاب موسی را ذکر کرده است. و یا در آیت 9 سوره کهف خداوند میگوید استعیذ بالله ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. یعنی خداوند اصحاب کهف و پیغمبر علیه السلام قصه شما ذکر کرده ایستاده میگه که آیا تو ای محمد علیه السلام خیال میکنی که قصه اصحاب کهف عجیب ترین قصه است؟ نه، از اصحاب کهف هم عجیب ترین قصه ها در تاریخ انسانیت و امتها گذشته است. تو خیال نکن که اصحاب کهف اگرچند که عجیب ترین قصه در قرآن است، از این دیده عجیب تر قصه نباشد هست. یعنی در این آیت هم خداوند کلمه اصحاب را استفاده کرده است. و یا در آیت 24 سوره فرقان خداوند میگوید استعیذ بالله اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. یعنی اصحاب جنت در روز قیامت بهتر هستند از کافرها از روی قرار گرفتن در یک مکان و استراحت کردن در آن مکان که جنت است، که دوزخی ها به آتش دوزخ می افتند، اما بنده های با ایمان اصحاب جنت یعنی رفیقان اهل جنت میشن، که در این آیت هم خداوند کلمه اصحاب را استفاده برده است. و یا در آیت 4 سوره بروج خداوند میگوید استعیذ بالله قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود هلاک شدند. میگوید اصحاب اخدود همون یک گروه کافرهایی بودند که در زمین خندق کندند و در خندق آتش درگراندند و هر کسی را که من مسلمان میگفت و مؤمن میگفت در آن خندق پر آتش پرتافته ایستاده میسوزاندند، که این گروه با نام اصحاب خندق در قرآن ذکر شده است. اما اگر چندی که کلمه اصحاب در قرآن چندین مراتب ذکر شده است که شما نمونهش را شنیدید، خداوند در هیچ جای قرآن اصحاب پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم را با این کلمه نام نگرفته است که اصحاب محمد گفته باشد، بلکه در قرآن خداوند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با نام مهاجر و انصار فقط ذکر می‌کند. برای چی؟
برای که از آغاز فعالیت اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدو گروه تقسیم شده بودند که گروه اول را مهاجر و گروه دوم را انصار میگفتند. مهاجر یعنی آن مردمی که در مکه زندگی میکردند، وطنشان مکه بود و پیغمبر ایمان آوردند و برای انتشار دین اسلام همراه پیغمبر از مکه هجرت کرده به شهر مدینه رفتن، یعنی کوچیدن، مهاجر میگن آنها را. و گروه دوم انصار، یعنی آنهایی که در شهر مدینه زندگی میکردند و پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند و پیغمبر و مهاجرها را در وطن خودشان، در خانه های خودشان حتی جای دادند و برای انتشار اسلام و پیغمبر آنها یاردم کردند. بنابراین آنها را انصار یعنی یاردمچی میگویند. مهاجر یعنی کوچ بسته از مکه به مدینه و انصار یعنی اهل مدینه که یاردمچیانی پیغمبر و اصحاب پیغمبر بودند. بنابراین خداوند در قرآن اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که مشهور با نام مهاجر و انصار بودند و همین کلمه ها ذکر میکند. به طور نمونه آیه 102 سوره توبه پیش شما میشود: استعیذ بالله و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. یعنی خداوند میگه سابقین اولین، یعنی آنهایی که در ایمان آوردن به خدای یگانه و رسول محمد صلی الله علیه وسلم سبقت کردند، پیشی گرفتند، اولین ها شده چیکار کردن؟ ایمان آوردن. که این سابقین اولین یعنی اولین شده سبقت کرده و پیغمبر ایمان آوردگی های خدا میگه که آنها عبارت من المهاجرین و الانصار، از گروه مهاجرها و از گروه انصار بودند. و اینجوری آنانی که این مهاجرها و این انصاریان را پیروی کردند به نیکی، یعنی راهی نیکی اینها را در زندگی پیرو شدند که به خدا و به رسول محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند و برای دین اسلام خدمت کردند، خدا میگه که رضی الله عنهم، خدا از همه این مهاجر و انصار و این کسانی که این مهاجر و انصار را پیروی کردن در زندگی از آنها راضی شد. راضی نشود ده. ببینید راضی میشه خدا برای اصحاب پیغمبر و پیروانشان چگونه روشن کرده است که رضی الله عنهم، خدا راضی شده است از آنها، پیشکی راضی میشه اعلان کرده است و بزرگی این ذاتان میفهماند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. و رضوا عنه، و خودی اصحاب پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم از این رضایت خدا راضی شدند. یعنی آن رضایی که خدا برایشان عطا کرد در جنت، نعمت‌های جنت، دیدن این همه مکافات بزرگی خداوند را، اینها هم از خدا راضی شدند که در عوض چند سال و چند ماهی مهنت ما برای دین اسلام خدا اینقدر نعمت را برای ما داد. و رضوا عنه، آنها هم از خدا راضی شدند. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار، و خداوند برای اصحاب پیغمبر که عبارت از مهاجر و انصار بودند و آنانی که این ذاتها را در زندگی پیروی کردند و اینها را با نیکی در زندگی خودشان یاد کردند، برایشان چرا خدا آماده کرده است در آخرت؟ جنات، یعنی باغ‌های فراوان که همیشه سبز است و از زیر درختان آن آبهای شیرین و مصفا روان است. و چند سال در آنجا استراحت میکنند در این وضعی چند روز مهنتشان، جنگ و جهادشان، چند روز استراحت میکنند. یک سال دراز اگر در کارخانه شما کار کنید، اگر یک ماه توتیافت هم شما میرید همگی یا 12 روز یا بسیار 24 روز دم میگیرید به خاطر مهنت هایی که کردید.
اما به خاطر مهنت‌هایی که اصحاب کرام مهاجر و انصار کردند و آنانی که اینها را در زندگی پیروی کردند، خداوند آنها را در جنت چند روز استراحت برایشان می‌دهد؟ خالدین فیها ابدا. اصحاب کرام و پیروانشان در جنت همیشه بها خالد، جاودان، همیشگی، ابدی هستند. هیچگاه آنها از این استراحت بیرون نمی‌روند. ذلک الفوز العظیم، این است نجات بزرگ که هر کسی که اصحاب پیغمبر بود و از دنیا با همان اعتقاد رفت و آنهایی که بعد از آنها به دنیا آمدن و پیروی این اصحاب کرام را کردن، نجات بزرگ نصیبشون میشه. اما اگر چندی که در قرآن اصحاب پیغمبر با کلمه اصحاب ذکر نشده بود، ما گفتیم با نام مهاجر و انصار که مشهور بودن، اگر چندی که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب پیغمبر با این کلمه کم نام گرفته شده باشند هم، اما در حدیث های زیاده ما می‌بینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفیقان و یاران خودشان را با همین کلمه اصحاب ذکر کردند. برای نمونه چند حدیث را پیشکشی شما می‌گردانم که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند: النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. من گفتند ستاره ها امان برای آسمان هستند. کدام وقتی که ستاره ها از آسمان میریزند، آسمان هم عمرش به پایان میرسد، آسمان هم نابود میشه. نگهدارنده آسمان ستاره ها هستند. وقتی ستاره ها میریزند، وقتی قیامت آسمان هم فرو میروند، پاره میشه. و انا امنة لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما یوعدون. من برای اصحابم امان هستم. وقتی که من از دنیا میروم، برای اصحاب من هم فتور به میان میآید. یعنی اصحاب من هم آهسته آهسته پریشان میشه. و اصحابی امنة لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى امتی ما یوعدون. و اصحاب من سببی ایمنی امت من هستند. وقتی که اصحاب من از دنیا میروند و تمام میشوند، امت من به اختلاف ها و به کشمکش های فراوانتری گرفتار میشه. حدیث تحت رقم 6413 در صحیح مسلم است و البته امام بخاری هم این حدیث را روایت کرده. یعنی در این حدیث پیغمبر گرامی یارای خودشان را با نام اصحاب ذکر کرد و فضیلت اصحاب پیغمبر را از این حدیث البته فهمیده می شود که پیغمبر فرمود اصحاب من برای امت من سبب تنجی هستند. اصحابم که رفتن، امت من هم ناتنجی زیاد میشه. این فضیلت اصحاب پیغمبر رضی الله عنهم است. و یا در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: یأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقولون نعم فیفتح لهم. پیغمبر فرمودند که بر آدم‌ها یک زمان می آید که یک گروهی از آنها برآمده ایستاده برای دین خدا جهاد میکنند، جنگ میکنند. از آنها پرسیده میشود که در بین شما شخصانی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده بودند، یعنی اصحاب پیغمبر بودند؟ میگویند ها، در بین ما هست چنین شخص، صحابه پیغمبر هست. پیغمبر خبر میدن که برای آنها غلبه نصیب گردانده میشه. به چی؟ به شرافت اون اصحاب پیغمبر.
ثم يغزو في عام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. بعدم باز زمانی می شود که یک گروه مردم برای دین خدا برآمده ایستاده جنگ و جهاد می کنند. از آنها پرسیده می شود که در بین شما کسی هست که اصحاب پیغمبر که صحبت و همنشینی کرده باشد؟ جواب میدن که هم در بین ما شخصانی هستند که پیغمبر رو ندیدن اما با اصحاب پیغمبر هم صحبت شدن. ببینید فضیلت اصحاب پیغمبر رو که آنانی که با اصحاب پیغمبر هم صحبت شده بودن که اینها تابعین نام دارن، یعنی اصحاب پیغمبر رو دیدگی وقتی میگن در بین ما جنگاورها هست تابعین اصحاب پیغمبر رو دیدگی، پیغمبر بشارت میدن که برای آنها غلبه نصیب میشه به شرافتی آنانی که پیغمبر رو نه اصحاب پیغمبر رو دیدن. این فضیلتی اصحاب کرام رضی الله عنهم است. ثم يغزو في عام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى صحب من صحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. بعدم باز زمانی می آید میگویند رسول خدا صلی الله علیه وسلم که یک گروه انسان ها یعنی مسلمان ها برآمده ایستاده برای دین خدا جنگ میکنن، جهاد میکنن، جانشان به کف میگیرن. از آنها پرسیده میشود که در بین شما شخصی هست که با کسی صحبت کرده باشد که وی با اصحاب پیغمبر صحبت کرده باشد؟ من صحیب رسول الله، یعنی تبع تابعین، کسی که آن کسی را دیده است که اصحاب پیغمبر که صحبت کرده باشد. پیغمبر دیدگی صحابه دیدگی تابعین دیدگی تبع تابعین. لیکن در بین جنگاورها وقتی خبر میدن که تبع تابعین هست، یعنی کسی را دیده است که اصحاب پیغمبر را دیده است. ببینید فضیلت اصحاب پیغمبر را پیغمبر بشارت میدن که فیفتح لهم، برای آنها فتح و غلبه نصیب کرده میشه به شرافتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حدیث با روایت امام مسلم است که تحت رقم 6414 در صحیح خود ذکر کردند. و یا رسول گرامی گفتند درباره اصحابشان الله فی اصحابی، الله فی اصحابی. از خدا ترسید درباره اصحاب من، از خدا ترسید درباره اصحاب من. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، بعد از آنکه من از دنیا میروم مبادا شما نسبت اصحاب من یگان کینه یا بدبینی را در دل خودتان جای ندید. فمن احبهم فبحبی احبهم، هر کسی که اصحاب مرا دوست می‌دارد پس این نشانه آن است که او مرا دوست داشته است. وقتی اصحابم را دوست می‌دارد این نشانه آن است که وی مرا دوست داشته است. و من ابغضهم فببغضی ابغضهم، هر کسی که اصحاب مرا بد می‌بیند نسبت او کینه می‌کند، دشمنی می‌کند، در حق او سخن ناسزا می‌گوید، این نشانه آن است که او به من دشمنی کرده است. این رسول الله میگوید هر کسی که اصحاب مرا بد می‌بیند این نشانه آن است که او مرا بد دیده است. و من اعداهم فقط اعدانی، هر کس که اصحاب مرا ایذا می‌رساند، علم می‌رساند، پس در حقیقت او اصحاب مرا نه مرا ایذا داده است، به من علم رسانده است. و من اعدانی فقط اعدا الله، هر کسی که مرا ایذا می‌رساند در حقیقت مرا نه خدا را ایذا رسانده است. یوشک ان یأخذه، وقتی که خدا را ایذا می‌رساند، خدا را علم می‌رساند، این خیلی نزدیک است که عذاب بالای سر او فرو می‌ریزد.
وقتی هر کسی اصحاب پیغمبر را ناسزا میگوید داند که بلا بالای سر اون معلق ایستاده است. بلا از طرف خدا. حدیثی است که امام ترمذی ذکر کردن در کتاب خود. اما اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتشان مقامی بلند عالی را در حیات انسانها صاحب شدند. چرا که بعد از آن که پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن، اکنون وقتی که پیغمبر زنده بودن میرفتن از پیغمبر چیزی را میپرسیدن، مسئله حل میشد. وقتی پیغمبر از دنیا رفتن دیگر سوال پیدا میشد میگفتن این مسئله چی جواب داشته باشد و مسئله ها چی جواب میگفت. حدیث ها یعنی سخن های پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب سخن پیغمبر را کی باید میگفت؟ اون کسی که پیغمبر را ندیده است میگفت پیغمبر گفتن هم تو جواب مسئله میگه نه. البته مردم محتاج شدن به کی؟ به صحابه، به اصحاب پیغمبر که درباره همین مسئله پیغمبر چی گفتن. هر کسی میگه که پیغمبر اینطور گفتن، پس مردم ببینن با چهار چشمشان از چهار طرف که این کسی که میگه پیغمبر گفتن کی است خودش. اگر صحابه باشه قبول کنیم، اگر نه ما گفتی رو قبول نکنیم. بنابراین علما در حال با عنایت پروردگار همین چیز را برای نگه داشتن و حفظ دینی اسلام همین چیز را چی کردن؟ به مردم پیشنهاد کردن که سخن پیغمبر را فقط از صحابه گرفته می شود و گفتن که صحابه کی؟ خب در زمانی که پیغمبر وفات کردن در همون چند سال معلوم بود که صحابه کی، اما صحابه کی بعداً ما از کجا می‌فهمیم؟ گفتن صحابه آن کسی را میگویند که پیغمبر را در وقتی حیاتش دیده باشد و پیغمبر ایمان آورده باشد و از دنیا هم چند سالی که زندگی کرده باشد با همون ایمان و اسلامش از دنیا رفته باشد. اما شرط نیست که وی از پیغمبر حدیث روایت کرده باشد یا نکرده باشد و یا شرط نیست که وی با پیغمبر در غزوه و جهادها اشتراک کرده باشد یا نکرده باشد. همین شخصی را که در حیات خودش پیغمبر را دیده و پیغمبر ایمان آورده، با پیغمبر هم صحبت شده، خواه کم باشد و خواه زیاد، و از دنیا با همین ایمان و اعتقاد و اسلامش رفته باشد، گفتن این شخص صحابه است. اما یک انسان صحابه بودنش ما از کجا میفهمیم؟ صحابه بودنش یا اینکه به طریقی مشهور معلوم باشد که این صحابه بود و یا اینکه یک صحابه مشهوری پیغمبر گواهی دهد که این شخص در حقیقت پیغمبر دیده، در او ایمان آورده، با پیغمبر هم صحبت شده است و این صحابه است. اما جماعتی صحابگان که هزار بودن چگونه تشکیل شد؟ خود در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اصحاب اگرچند که با نام مهاجر و انصار مشهور بودن، اما همین جماعتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چگونه تشکیل شد؟ در حالی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک سرزمین زندگی میکردن که انسان شرافتشو، انسان کرامتشو، انسان آبروی و مرتبهش فقط از روی قبیله و نسبش بود. اگر از فلان قبیله نامدار و فرزند فلان شخصی با آبرو باشد و پسترین اخلاق داشته باشد هم و انسان بزرگ حساب میشه. یک کسی که از یک قبیله نامشهور و فرزند یک انسان گمنام باشد، هرچند صاحب عقل و دانش و تمیز هم باشد، او هیچ ارزشی در بین جمعیت نداشت.
انا در همین خیلی یک زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی مردم را به ایمان دعوت میکردن، اکثرا غلام ها، کمبغل ها، بیچاره ها اولین شدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ایمان می آوردن و در بین آنها شخصانی با آبروی و ثروتمند و صاحب منصب ها هم بودند. اگر شما تصور کنید که در اطراف پیغمبر گروه های جمع شدن با نام اصحاب که یک نفرش یک منصبدار کلان ثروتمندی با آبرو بود، یک نفرش غلامی بود که هیچ قدر و قیمت و هیچ آبروی و مرتبه در بین جمعیت نداشت. غلام به مانند یک استکان فروخته میشد، خریده میشد، زده میشد، کفته میشد، کار فرموده میشد، هیچ ارزش نداشت. اما در اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع شدن همیشه دو گروه طایفه. اکنون شما تصور کنید چگونه اینها به هم دیگر دوست شدن. اشراف و اشراف زاده با غلام و غلام بچه و کمبغل و پایوش چگونه در پهلوی همدیگر ایستادند و در دل آنها محبت به همدیگر پیدا شد. چگونه؟ البته که با ایمان، شرافت ایمان به خدای یگانه و شرافت ایمان به رسول او محمد صلی الله علیه و سلم و شرافت تعلیمات بی‌زوال قرآن و پیغمبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم آنها را به همدیگر دوست و متحد گردانید. اشراف زاده با غلام و اشراف با غلام بچه، بای و منصبدار با کمبغل. زیرا پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم به طریق روشن و آشکارا آیت قرآن با آنها تعلیم کردند که استعیذ بالله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. های انسان ها، تعلیم خدا را پیغمبر به مردم رساندن که های انسان ها، ما شما را آفریدیم از دو جنس، از مرد و زن، از پدر و از مادر، همه شما را ما به دنیا آوردیم. هیچ بای بچه و هیچ منصبدار و هیچ ثروتمند آسمان نافتیده است که کمبغل از پدر و مادر تولد شده باشد و غلام از پدر و مادر تولد شده باشد و بای و منصبدار و اشراف زاده از آسمان افریده باشد. ای انسان ها، شما همه انسان هستید. بای، کمبغل، اشراف زاده، غلام بچه، غلام زاده فرق ندارد، همه شما یک نام دارید، انسان. ناس ای انسان ها گفت خدا، ما همه شما را قطعی نظر از مرتبه و منزلتتان آفریدیم از پدر و مادر، ولی که ما شما را به قبیله ها و گروه ها تقسیم کردیم. گروه عرب، گروه فارس، گروه تور. چرا به قبیله ها و گروه ها تقسیم کرد؟ اولاد ها تقسیم کرد. لتعارفوا، نه برای آن که گوید که عرب از همه بالا می ایستد، یا گوید که تاجیک از همه خلقی با عزت است، یا اینکه قریشی گوید که من از همه بالا می ایستم، یا اینکه خوجندی گوید که من در تاجیکستان از همه بالاتر نیستم، کولابی گوید که من بالاتر نیستم. نه، برای این نیست. تاجیک بودن، ازبک بودن، عرب بودن، از کولاب بودن، از استراوشن بودن، از تاشکند بودن هیچی مقام و منزلت ندارد برای انسانیت. فقط این به خاطر آن است که لتعارفوا، شما شناسید هم دیگر، که مثلا فلانی دانشمند در کجا زندگی میکند؟ در ایران یا در ترکیه یا در عربستان، در کجا؟ در فلان ولایت، در کجا؟ در فلان شهر. به خاطر این شما را خداوند بر زبانهای گوناگون و قبیله ها تقسیم کرد که همدیگر را شناسید و دانسته مانید که